سلام، به ویدیوی امروز خوش اومدین. موضوع ما یکی از شایع‌ترین دردها چربی هست. آیا میدونستید 1/3 مردم بدون آن که بدونن از چربی‌های چرب رنج میبرن؟ اما خبر خوب اینه که این مشکل در بسیاری از موارد با تغییر سبک زندگی قابل برگشته. توی این ویدیو قرار با هم ساده ترین و مؤثرترین روش‌های درمان خانگی کبد چرب رو بررسی کنیم. پس تا آخر با ما همراه باشید. بخش اول، کبد چرب یعنی چی؟ کبد چرب یعنی چربی بیش از حد در سلول‌های کبد جمع میشه. این حالت اگر کنترل نشه ممکنه باعث التهاب، آسیب جدی و در نهایت سیروز کبدی بشه. اما نترسید، اگه زود اقدام کنیم قابل درمان. بخش دوم، علائم کبد چرب: احساس سنگینی در سمت راست شکم، خستگی مزمن، نفخ و بی‌اشتهایی، افزایش وزن بدون دلیل مشخص، اما بعضی ها هم هیچ علامتی ندارن. بخش سوم، پرهیزهای غذایی: اگه کبد چرب دارید، اولین کار حذف این موارد از رژیم غذاییتونه. شکر و نوشابه های گازدار، غذاهای سرخ شده، فست فود، چربی های اشباع مثل سوسیس، کالباس، کره حیوانی و شیرینیجات. بخش چهارم، مواد غذایی مفید برای کبد چرب: آووکادو سرشار از چربی های مفید و به پاکسازی کبد کمک میکنه. چای سبز سرشار از آنتی اکسیدان و سوخت و ساز چربی ها رو افزایش میده. زردچوبه خاصیت ضد التهابی داره و به سم‌زدایی کبد کمک میکنه. آب لیمو تازه پاک کننده طبیعی کبد، صبحها با آب گرم مصرف بشه. سبزیجات برگ سبز مثل اسفناج، جعفری، گشنیز و کلمپیچ. سیر آنزیم‌های پاک کننده کبد رو فعال میکنه. بخش پنجم، داروهای گیاهی برای کبد چرب: خارمریم یکی از بهترین گیاهان برای محافظت و بازسازی سلوله‌های کبد. کاسنی کبد رو خنک میکنه و عملکردش رو بهبود میده. زنجبیل سوخت و ساز رو بالا میبره و از تجمع چربی در کبد جلوگیری میکنه. بخش ششم، سبک زندگی سالم: حداقل 30 دقیقه ورزش روزانه مثل پیاده روی، دوچرخه سواری یا یوگا. کاهش استرس با مدیتیشن، تنفس عمیق یا گوش دادن به موسیقی. خواب کافی حداقل 7 ساعت در شب. کاهش وزن تدریجی: حتی 5 تا 10% کاهش وزن تأثیر زیادی دارد. نوشیدن آب فراوان حدود 8 لیوان در روز. بخش هفتم، یک برنامه ساده روزانه: صبح آب گرم با لیمو و علاوه پیاده روی 15 دقیقه. صبحانه تخم مرغ آبپز، نان سبوسدار، سبزیجات تازه. میان بعده سیب یا یک مشت بادام. نهار سبزیجات پخته به علاوه برنج قهوه‌ای و علاوه ماهی. شام سوپ
سبک یا سالاد با روغن زیتون. قبل خواب 1 لیوان آب با قطره لیمو. بخش 8. چه موقع باید به پزشک مراجعه کنید؟ اگه با وجود رعایت موارد ذکر شده علائمی مثل زردی پوست یا چشم، درد شدید شکمی، کاهش وزن بیدلیل، حالت تهوع مداوم رو تجربه کردید، حتما به پزشک مراجعه کنید. کبد چپ اگه به موقع کنترل بشه، فقط با رعایت چند نکته ساده، اصلاح تغذیه و استفاده از گیاهان دارویی میتونید کبد سالم و بدنی سالم و بدنی شاد داشته باشید. اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید. نظرتون رو برامون بنویسید. تا ویدیو بعدی سالم و پر انرژی باشید.